سلام، روز پنجم از سفر ما داریم میریم سمت ییلاق اولسفلنگا اگر اشتباه تلفظش نکرده باشم. این دوتا آلوچه جنگلی، این هم خوج. حدود ساعت 11 ظهر بود که رسیدیم به ماسال. بعد از ظهر بود که دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم. این هم بود پایان روز پنجم ما. ششمین روز سفرمون رو از روستای دیناچال شروع کردیم. درست قبل از حرکت چند تا اسب آزاد جلوی چشممون دویدن و همون لحظه سفرمون رنگ تازه‌ای گرفت. آخرین روز اقامتمون توی روستای دیناچال رو با یه منظره جالب تموم کردیم. یه منظره بکر و دیدنی. از دیناچال راه افتادیم به سمت مقصد جدیدمون، روستای شگفت‌انگیز ماسوله. حرکت کردیم و برای رسیدن به ماسوله از صومعه سرا و فومن گذشتیم. بعد به سمت ماسوله حرکت کردیم. جاده پیچ در پیچ با درختایی که دستاشون رو بالا برده بودن و مهی که مثل پتوی نرم روی کوه‌ها خوابیده بود. هر پیچ جاده یه قاب تازه‌ای از طبیعت بود و دلمون نمیخواست که تموم بشه. هر چند دقیقه مجبور میشدیم وایسیم و از زیبایی‌های مسیر فیلم و عکس بگیریم. انگار طبیعت میخواست بگه یه لحظه وایسا، منو نگاه کن. بالاخره طرفای ظهر بود که به روستای تاریخی ماسوله رسیدیم. آقا کجا میشه پارک کرد؟ خب سلام دوستان، ما وارد پارکینگ روستای ماسوله شدیم. میخوام روستای ماسوله یکی از روستاهای خیلی خیلی باحال استان گیلان رو نشونتون بدم. یه روستای تاریخی فوق‌العاده قشنگ. وضعیت پارکینگش اینجوری بود که باید یه مسافتی رو طی کنیم، یعنی ماشین رو، البته خب خیلی هم شلوغ بود ولی خب ماشین رو ما اون انتها پارک کردیم. یه مقدار پیاده روی داره تا برسیم به روستا. خود روستای زیبای ماسوله رو که به صورت پلکانی هست داریم روبرومون میبینیم. این محیط خود روز خدای من خیلی زیباست، بسیار قشنگ. روستای پلکانی که انگار روی شونه های کوه ساخته شده بود. این هم یه نمای دیگه از روستای عجیب و غریب و باحال ماسوله تو دل جنگل به صورت پلکانی روی کوه ساخته شده. من سکوت میکنم، ترجیح میدم که شما از صدای طبیعت لذت ببرید. خونه های قدیمی، سقف هایی که خودشون راهرو شدن، کوچه هایی که پر از رنگ و بوی زندگیه. حس می کردیم وارد داستانی شدیم که صدها سال پیش نوشته شده.
شروع کردیم به گشتن، بالا رفتن از پله ها، دیدن مغازه های محلی، خریدن سوغاتی های رنگی. بعد از کلی پرسه زدن بالاخره دیگه وقت نهار شد. سلام. سلام. اینم یه منظره دیگه از روستای ماسوله پشت سر من میتونید ببینید. الان در واقع بالای پشتبون یکی از خونه ها ایستادیم، ولی خب میشه حیات یا معبر یه خونه دیگه. بسیار زیباست. جوجه ترش، زیتون پرورده و کوبیده. محیط ماسوله یه جای فوق العاده قشنگ. اینم احتمالاً صنایع دستیشونه. صنایع دستیشون بیشتر به نظرم عروسک بافی یا سازی. بعد از غذا دوباره قدم زدیم. هر گوشه ماسوله پر بود از خاطر سازی های کوچک. اون لحظه ها که میدونی شاید سالها بعد هم وقتی چشم تو ببندی تصویرشون رو میبینی. سلام. هر قدم یه عکس و فیلم تازه بود. اما آفتاب کم کم داشت میرفت پشت کوها. ساعت حدود 6 عصر بود که تصمیم گرفتیم مسیرمون رو ادامه بدیم و بریم سراغ هیجان جدید، شهر رشت. خیلی قشنگ این طرف روستا رو به اون طرف روستا وصل کرده توی ماسوله. یه منظره فوق‌العاده عالی و بکر. توصیه بهتون میکنم حتما گیلان اومدید روستای ماسوله رو بیاین. از صنایع دستیشون رو هم حمایت کنید، خریداری کنید. غذاها فوق‌العاده عالی، فوق‌العاده با کیفیت. راجع به گیلان نمیتونم چیزی بهتون بگم، غذاهای گیلان فوق‌العاده عالیه. میدون شهرداری رشت یکی از معروف ترین میدونهای رشت هست. خیلی هم شلوغه، بیش از اندازه شلوغه. جمشید به محض ورود انرژی شهر برق از سرمون پروند. میدون شهرداری پر از صدا، نور و جمعیت بود. حجره‌های با مزه رشت. رفتیم توی بازار رشت. همه چیز زنده بود. بوی خوراکی‌ها، صدای دستفروش‌ها، رنگ و حرکت. همون لحظه فهمیدیم سفر فقط طبیعت نیست. ششمین روز سفر ما هم با برگشت به ویلای فومن به پایان رسید. حدود 1 ساعتی میشد که رانندگی کردیم تا رسیدیم به ورودی. اما کم کم مغازه ها داشتن تموم می شدن و ما موندیم و پله های معروف قلعه رودخان. 1000 متر دیگه، بین 800 تا 1000 متر دیگه مونده تا برسیم به بالای قلعه رودخان، قلعه تاریخی. یکی از رستوران های قلعه رودخان اومدیم. اینجوری بود که ماجراجویی روز هفتممون با بارون، پله ها و قلعه‌ای که هنوز نفس میکشه تموم شد.